سلام دوستای عزیزم، خوش اومدین به ولاگ امروز قراره با هم بریم سراغ یه سفر متفاوت، جایی پر از رنگ و تاریخ و هیجان. بله، تفلیس گرجستان. میخوایم ببینیم واقعا این شهر ارزش سفر کردن داره یا نه. از خیابونا و معماری خاصش گرفته تا غذاهای خوشمزه و حال و هوای شباش، همه رو با هم تجربه کنیم. پس اگه دلت یه سفر مجازی جذاب میخواد، تا آخر این ولاگ همراه من باش. برای حمایت از من همین الان کانالمو سابسکرایب کن و لایک کردن یادت نره. سفر ما به گرجستان یه سفر هوایی بود و ساعت پروازمون 12 بود که ما تقریبا ساعت 11 صبح رسیدیم فرودگاه امام خمینی. سریع رفتیم بخش پروازهای خارجی رو پیدا کردیم. وقتی رسیدیم اونجا و میخواستیم چمدونامون رو تحویل بدیم، مسئولش بهمون گفت که خیلی دیر کردیم و از اونجایی که بخش هوایی گرجستان قوانینش زیاد و سختگیرانه است، باید حداقل 2 ساعت قبل پرواز اونجا باشی. توی ویدیوی قبلی از چمدون بستن و گرفتن ارز مسافرتی برات گفته بودم. اگه میخوای بدونی مرحله به مرحله چی کار باید بکنی که ارز مسافرتی رو بگیری، حتما ویدیوی قبلی هم نگاه کن. چمدونا رو گرفتم. حالا ما باید میرفتیم طبقه بالا که ارز مسافرتیمون رو بگیریم. رفتیم تو صف وایسادیم و خوشبختانه خلوت بود. اونم به خاطر این بود که ما دیر رسیده بودیم. سریع اطلاعات رو وارد کردیم، ارزمون رو گرفتیم و رفتیم سمت قسمت خروجی که باید سوار اتوبوس بشیم تا بریم کنار هواپیما. ما رسیدیم و یه اتوبوس ما رو سوار کرد از بخش داخلی فرودگاه برد سمت هواپیما. ما سوار هواپیما شدیم. صندلی ما بخش انتهایی بود، ولی از اونجایی که چند تا صندلی بخش وسط هواپیما خالی بود، مهماندار بهمون گفت که بریم بخش وسط بشینیم و ما صندلی پشت یکی از بازیگرای درجه 1 کشورمون بودیم، آقای مجتبی پیرزاده عزیز. کمربندمون رو بستیم و بعد از صحبت‌های کاپیتان هواپیما تیکاف کرد و پروازمون شروع شد. آسمون پر از آلودگی بود. وقتی از مرز هوایی ایران خارج شد، هوا واقعا تمیز شد و ابرهای گوگولی کل آسمون خوشگل کرد. من از آقای پیرزاده خواستم که باهاشون عکس بگیرم و ایشون هم خیلی متواضعانه قبول کرد. یکم هم صحبت کردیم و خیلی خوش گذشت. اصلا حس نکردم تو آسمونیم. ناهارم جوجه خوردیم و تقریبا 1 ساعت تو راه بودیم و بعدش رسیدیم فرودگاه تفلیس. فرودگاه تفلیس خیلی بزرگ نبود، ولی خب تر و تمیز و خوشگل بود. بعد از پیاده شدن سمت آفیسرها رفتیم که یکی یکی پاسپورتامون رو میگرفتن و چک میکردن. یه جورای احراز هویت میکردن و میپرسیدن که چقدر پول همراهمونه. باید نشونشون میدادیم و به ازای هر روز بودن تو گرجستان باید $100 همراهمون می بود. وچل هتلمون هم چک کردن و بعد از انجام اینها رفتیم چمدونامون رو تحویل گرفتیم. رفتیم سمت درب خروجی. تول لیدرمون اونجا بودش، اطلاعاتمون رو گرفت و گفت منتظر بمونیم تا همه بیان و بریم سمت هتل. تو این فرصت ما رفتیم یه کمی از دلارامون رو به لاری چنج کردیم. واحد پولی گرجستان لاریه. تقریبا هر لاری 37,000 تومان ما میشه و هر $100 تقریبا 276 لاری میشدش. ما پولمون رو چنج کردیم و بعد رفتیم همونجا یه سیم کارت خریدیم برای 2 هفته که مبلغش 20 لاری بود و اینترنتش هم نامحدود بود. بعد انداختم تو گوشی و فعالش کردم. اینترنتش هم بین خودمون شیر میکردیم. تو این زمان دفترچه هایی که تول لیدرمون بهمون داده بود که جاهای دیدنی تفلیس توش بود و دیدیم. بعد به همراه تول لیدر با یه ون رفتیم سمت هتل. هتلمون یه هتل نقلی ولی تر و تمیز 3 ستاره بود که دسترسیش به جاهایی که میخواستیم بریم خوب بودش. وقتی رسیدیم هتل وسایلمون رو چیدیم و بعد از هتل زدیم بیرون. یکم خیابونا رو گشتیم و میخواستیم پیاده بریم سمت پل صلح.
خیابونای تفلیس واقعا تر و تمیز بودن و رانندگیاشون هم واقعا خوب بود. خیلی به قوانین احترام میذاشتن، همینطور به عابر پیاده. ما تو مسیر به کمک گوگل مپ پیش میرفتیم. چیزی که برام جالب بود تعداد داروخونه های زیاد تو سطح شهر بود. دلیلشو نمیدونم، ولی خب داروخونه ها زیاد بودن و خیلی خوشگل. تو خیابونا که میرفتیم واقعا زندگی جریان داشت. من که کیف میکردم. از کنار پارکا و زمینای فوتبال رد میشدیم که تعدادشون خیلی زیاد بود. فکر کنم خیلی به بچه ها اهمیت میدن. یه چیزی هم که جالب بود این بودش که زوجهای جوونشون خیلی زیاد بود. کم سن و سالم بودن، حداقلم 2-3 تا بچه داشتن. کلا جمعیت جوون تو تفلیس خیلی زیاد بود. مسیرمون یکم طولانی شد، غروب شده بود، ولی ما داشتیم لذت می‌بردیم. از کنار باغچه ها و پارک‌ها رد شدیم، رسیدیم کنار رودخونه، از کنارش رد شدیم. واقعا غروبش قشنگ بود. سلام دوستان، امشب اولین شبیه که ما اومدیم تفلیس قدیم رو انتخاب کردیم. میخوایم شبگردی داشته باشیم. ما از سمت هتل اومدیم به قسمت قدیمی شهر که همونطور که میبینید خیابونا خیلی شلوغه، شهر خیلی سرزنده است و مردم دارن کیف میکنن دیگه. پس همراه هم باش، میخوام قسمت مختلفش رو بهت نشون بدم. خیابونا خیلی خوشگل بودن، پر از چراغ و نور و حس زندگی. ما از بالا رفتیم و رسیدیم به یه جای خیلی خوشگل که پشتمون کلیسای سامبا بود. در واقع ما از پله ها بالا رفتیم و رسیدیم به یه پل خیلی خوشگل. روی پل قدم زدیم، حس و حال خوب مردم و توریستا رو دیدیم. تعداد توریستا خیلی خیلی زیاد بود. فکر میکنم بیشترشون از اروپا، لبنان، ایران، روسیه و حتی چین بودن. کنسرت های خیابونی هم که خیلی قشنگ بود. ما هم همش وای میستادیم و اونا رو میدیدیم. بعدش از خیابونای چراغونی رد شدیم و رسیدیم به پل صلح. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امشب اومدیم پل صلح، یکی از جاهای دیدنی تفلیس که بخش قدیمی رو به یکی از پارک‌های تفلیس متصل میکنه. روی رودخونه کورا ساخته شده از فلز و شیشه. خیلی خوشگله و شبای خیلی پرشوری داره همونطور که میبینید. روی پل صلح یکم قدم زدیم و از هوا و طبیعت و آدما لذت بردیم. دیگه از اونجایی که خسته بودیم با بولت برگشتیم هتل. اونا هم مثل ما تاکسی اینترنتی دارن که برنامه‌ش رو روی گوشی نصب می‌کنی. قیمتش هم تقریبا خوبه. برای مسافتی که ما میرفتیم هر بار 3-4 لاری بیشتر نمیشد. سلام دوستان، خوش اومدین به روز دوم سفرمون به تفلیس. امروز میخوایم با همدیگه بریم سمت میدون آزادی و همینطور برج ساعت تفلیس. 2 تا جایی که میگن خیلی قشنگه، خیابونای خیلی قشنگی داره. البته من توی بلاگای بقیه دیدم. همراه هم باش که با هم دیگه بریم. ما از هتل سوار اتوبوس شدیم و رسیدیم به میدون آزادی. از اونجا هم اومدیم به سمت برج ساعت و حالا میخوایم بریم با هم دیگه این قسمت رو ببینیم. همراه هم باش. همونطور که گفتم سوار اتوبوس شدیم و از اونجایی که کارت نداشتیم و نمیدونستیم باجه بلیط فروشی کجاست، از یه دختر خواستیم که برامون کارت بزنه و ما پولشو بهش بدیم. اونم قبول کرد ولی ازمون پول نگرفت. به جاش منم بهش خوراکی دادم. کلی هم راهنماییمون کرد که کجا پیاده بشیم. به نظر من گرجستان واقعا آدمای خونگرم و مهربونی داره.
ما از کنار رودخونه و کلیسا و مسیری که دیشب پیاده رفته بودیم گذشتیم و توی روزم به نظرم واقعا خوشگل بود. نزدیکی‌های میدون آزادی پیاده شدیم، از زیرگذر رد شدیم و میدون آزادی رو دیدیم. این میدون انتهای خیابون روستاولیه. قدمتش هم برمیگرده به قرن 19 میلادی و سبک معماریش هم نئوکلاسیکه. نمادی که تو میدون آزادیه از طلا و نقره ساخته شده. مجسمه جرجیس از پیامبرای بنی اسرائیله که بعد از حضرت عیسی ظهور کرده و پیش مسیحی‌ها خب خیلی مقدسه. این تصویر از حضرت جرجیس داره نشون میده که در واقع نیزه‌ای که تو دستشه در حال جنگیدن با یه اژدهاه. خیابونای اونجا واقعا خوشگل بود. دستفروشایی بودن که کتابای قدیمی میفروختن. یه کافه خوشگلم اونجا بود و من وسوسه شدم که برم اونجا. رفتیم داخل این کافه خوشگل و مینیمال که خیلی حس زندگی توش جریان داشت. من از اونجایی که گرمم شده بود یه آیس لته سفارش دادم که فکر میکنم $4. خیلی خوشمزه بود. مردم اونجا باید بگم خیلی انگلیسی بلد نیستن، ولی خب تو فروشگاه ها و مراکزی که حالا مواد غذایی میفروختن تا حدی بلد بودن. بعد از خوردن آیس لته ما تو خیابونا کلی چرخیدیم. خانم گلفروش رو دیدیم که چقدر گلها رو خوشگل دسته بندی کرده بود و چه گلای قشنگی هم آماده کرده بود. بعد رفتیم همونجا یه مغازه که چیزای مینیمال میفروخت، خیلی خوشگل بود. بعدش پیاده رفتیم به بخش قدیمی تفلیس، خیابونای سرسبز و خوشگل. اول رسیدیم به کلیسا. از اونجا که شنبه بود مراسم مذهبی داشتن. برای ورود به کلیسا باید روسری سر میکردی. منم یه روسری برداشتم و سر کردم و رفتم داخل. فضای خیلی قشنگی داشت، ولی خب من خیلی از اون کارهایی که انجام میدادن سر در نمی آوردم. یه دوری اون تو زدم و اومدم بیرون. بعدش رفتیم سمت برج ساعت که خیلی مینیماله. یه عکاسی اونجا بود که بیخبر از من عکس گرفته بود. من که عکسامو گرفتم و تموم شد یهو دیدم اون اومد جلو و دیدم عکسم تو روزنامه است. خیلی خوشگل بود. ازش تشکر کردم. تو باکسی همی کنارش بود سکه انداختم. بعد از خیابونی رد شدیم که کلی مجسمه های باحال توش بود، شکل آدمای توپل بامزه، خیلی قشنگ بودن. منم بایستادم و با همه‌شون عکس گرفتم. بعد از زیرگذر رد شدیم که اونجا پیانو بود. یه نفری داشت پیانو میزن. توی تفلیس کلن بال هوایی عابر پیاده نیست، بیشتر زیرگذره، یکم هم خطکشی عابر پیاده. ما رفتیم خیابون روبرویش، یه خیابون خوشگل و قدیمی که پر از رستوران بود. یه رستوران رو انتخاب کردیم که غذاهای گرجی داشتش. برای ناهارمون خیلی هم شلوغ بود. این یه دونه با یه دونه از این ما میخوریم، به نظرم خوبه. خب بریم اول این غذا رو تست کنیم. این با گوشت خوکه و نون، یکی از غذاهای سنتیشونه. حالا من یه ذره اول از گوشتش رو ببرم. خیلی خوشمزه است. خب حالا بریم سالادش هم تست کنیم. خب
این سالاد شیرینه، تیستیه، با عسل و گردوه و پرتقال، کدو همه کوچولو داره، گردو هم داره. بخوریم. خیلی خوشمزه، سس خوشمزه هم داره، گردوهاش هم خوبه. خیلی خوشمزه است. سالادش توش شراب هم داره یکم و همینطور برگه زردآلو، واقعا خوشمزه است. این هم الان تستش میکنیم که یکی از غذاهای خوشمزه اینجاست. اسم این غذای گرجی چاخاپاریه. خب اول باید یه تیکه نونش و مدل خوردنش اینجوریه، یه تیکه نونش رو باید ببریم، توی تنورم درست میشه. خب بعد میگن اینو باید با این قاطی کنی، بسین اینو باید خوب قاطی کنیم با هم. این تخم زرده تخم مرغ با پنیر، اینو خوب قاطی کنیم. به به. خب حالا مدل خوردنش اینه که یه تیکه از اینو بعد اینجوری کنیم، همون مدل لقمه گرفتن خودمون. خیلی خوشمزه است، مزه یه پنیر خاصی میده، اصلا هم زرده تخم مرغ اون بوی خامینش اصلا نمیاد تو دهن، خیلی خوشمزه است. خیلی. بعد از ناهار پیاده رفتیم سمت تلکابین که بریم مجسمه مادر رو ببینیم. بلیط خریدیم و توی صف وایسادیم تا نوبتمون بشه. البته خیلی شلوغ بود. یه تور چینی هم اومده بودن که جلوی ما بودن، تعدادشون خیلی زیاد بود. بالاخره نوبت ما شد و سوار شدیم. وای نگم براتون از قشنگی شهر. از اون بالا شهر خیلی خیلی قشنگ بود. وقتی رسیدیم بالا از تلکابین پیاده شدیم و قدم زدیم به سمت مجسمه پرشکوه مادر. مجسمه مادر یا کارتلیس ددا ارتفاعش تقریباً 20 متره که نقش یه زنه که لباس محلی گرجی رو پوشیده. این تصویر سمبولیه که در واقع خیلی معروفه توی گرجستان. توی دست چپش یه کاسه از آب انگوره که نمادیه برای دوستی و در واقع مهمون نوازیشون. تو دست دیگه‌ش هم شمشیره به نشونه مبارزه با دشمنا. بعد از دیدن مجسمه مادر با تلکابین برگشتیم، یه ظرف میوه خریدیم که تقریبا 6 لاری بود و با هم دیگه خوردیمش. بعد تصمیم گرفتیم پیاده بریم هتل چون خیلی گشته بودیم و واقعا خسته شده بودیم. یه جا نقشه نشون داد که باید بریم اونور خیابون. ما یهو بدون اینکه از خط کشی رد بشیم از وسط خیابون گذشتیم. خب ما جریمه شدیم متاسفانه به خاطر اینکه از خیابون رد شدیم یه جایی که عابر پیاده نداشتش و باید 50 لاری پرداخت کنیم. متاسفانه اینم ضرر ما بود امروز. خب دیگه جریمه هم شده بودیم، ولی خب فهمیدیم که این کشور قانون داره و ما باید همه جوره حواسمون باشه. رفتیم یه فروشگاه مواد غذایی، اونجا یکم خوراکی‌های خوشمزه خریدیم. قیمتاشون خوب بود، تقریبا میتونم بگم که شبیه ایران بودش، ولی خب واقعا جنس و در واقع متریال مواد غذاییشون خب خیلی متفاوت بود. شاید به قیمت بعضیاشون یکم بیشتر بود، ولی در کل فروشگاهش خیلی خوب بودش. بعدم دوباره بولت گرفتیم چون خرید کرده بودیم و رفتیم سمت هتل. سلام دوستان، امروز سومین روز سفرمون به تفلیسه. میخوایم با هم بریم چند تا از خیابونای معروف و مثل روستاولی با هم دیگه بگردیم. امروز یه کلیسا هم با هم دیگه میریم و همینطور تو محله قدیمیش یه دوری میزنیم. همراه هم باش.
ما خودمون رو با بولت رسوندیم میدون آزادی. از اونجا به سمت خیابون روستابلی رفتیم. تو مسیر یه سینما و تئاتر دیدیم که دیزاین بیرونیش خیلی خوشگل بود. از کنار ساختمان‌های اداری و پارلمان رد شدیم که خیلی پرشکوه و با عظمت بود. کنار هر کدومم چند تا پلیس وایساده بود. بعد همون جور که میرفتیم یه مغازه جینگولی فروشی دیدیم که خیلی کیوت بود. چقدر وسیله هاش قشنگ بود. من از اونجا یه بسته مسواک خریدم، مسواک 4 تایی که 8 لاری بودش. خیلی خوشگله. تو راه یه دستگاهی بود که یه دونه سکه مینداختی، یه سکه 1 لاری میتونستی تو مسابقه شرکت کنی و اگه میتونستی با اون چنگک عروسک رو بگیری اون عروسک برای تو میشد. منم که مثل همیشه خوششانس تونستم یه خر شده که خوشگل رو ببرم. بعد رفتیم تو مرکز خرید که مرکز خریدی بودش که تقریبا چند تا فروشگاه بزرگ داشت مثل زارا و مک. ما یه گشتی تو اونجا زدیم که حالا یه نکته‌ای که باید بهتون بگم اینه که از اونجایی که کلاً گرجستان تولید پوشاک خیلی نداره بیشتر از برندهای خارجی استفاده میکنن، یعنی بیشتر برندها اونجا شعبه دارن. خب قیمتاشون هم به پول ما زیاد میشه ولی خب با پول خود گرجیا اوکی بودش. بعد از مرکز خرید قدم زنان تو خیابونای اطراف رفتی. خیلی خوب بود. اونجا یه کلیسا بود که روبروی پارلمان گرجستان بود. اسمش کلیسای کشوتی سنت جورج بودش اگه اشتباه نکنم. معماریش سبک نئوگرجی بود و تقریبا برای ساختش از قرون وسطایی ایده گرفته بودن. اونجا مراسم ختم یکی از افراد مهم پارلمان بود که جمعیت خیلی زیادی اومده بودن و خیلی جالب بود که اونا تو مراسمای عزاداریشون لباسای مشکی میپوشیدن. بعد یه پارکی اونجا بود که از اونجا رد شدیم. موقع ناهار شده بود و ما رفتیم به شعبه مکدونالد که نزدیک اونجا بود. یه دبل برگر خوشمزه خوردیم که عالی بود. سیب زمینی سرخ کردم کنارش بود و یه کولای بزرگ. بعدش هم هر کسی باید آشغالاشو توی محوظه‌ای که گذاشته بودن تخلیه میکرد و سینیو میذاش روش و این نماد مسئولیت پذیری خیلی به دل من نشست. بعد از نهار ما رفتیم یه مرکز خرید. همونجا لوازم آرایش خریدیم، یکم لباس خریدیم و خب از اونجایی که خیلی گشته بودیم و این روزمون روز خیلی باحالی بودش تصمیم گرفتیم که دیگه پیاده برنگردیم تا هتل چون قرار بود شبم بریم دیسکو. یه بولت گرفتیم رفتیم هتل استراحت کردیم. بریم خریدای امروزمون رو باز کنیم. اول خر خوشگلم رو ببینید که توی اونجا بردم نشسته، چقدر نازه. بشین. آفرین. خب مسواک گرفتم، مسواک برای دندونای لامینت و کامپوزیت که 7 لاری شد کلن. بعد یه دونه کرم ویتامین سی گرفتم، سی و ایه برای مامانم. دیگه یه دونه از این روغنا گرفتم برای استفاده روزانه برای صورته، ویتامین و اینا داره، خیلی خفنه. 20 لاری. این یکی هم برای مامانم 25 لاری بود. بعد یه دونه از این روژا خریدم، نرم و گوگولی بودش، اینا 7 لاری. و اتکلانم که خیلی خفنه و دوستش دارم
بازش کنم. خیلی خوشبوه، خیلی هم خفنه. 85 لاری. این از خریدای امروز. و همینطور بولیز قشنگم درست البته. اینها خیلی خوشگله، نرم و لطیف. چقدر بودش؟ 20 لاری بود. برای شب برنامه ما رفتن به دیسکو ایرانی بود که رفتیم دیسکو و کلی خوش گذروندیم. روز آخر سفرمون به تفلیس اومدیم یه بخش دیگه از تفلیس قدیم. همینطوری که میبینید بریجلاب اومدیم، پل عشق که یه سری قفلا بسته، میریم با هم دیگه میبینیم. و این سمت هم حمام گوگردیه، محوطه خیلی قشنگ و کیوتی داره. بریم با هم دیگه بگردیم. خب دوستان، همینطور که دارین توی تصویر میبینید، اون تک گلدسته اون اولین مسجد و در واقع تنها مسجد تفلیسه برای مسلمونا که هم شیعه هم سنی کنار همدیگه وای میسن و نماز میخونن. اون جلویش هم که میبینید فیروزه‌ایه، همه فکر میکنن مسجده ولی اون مسجد نیست، اون ورودی حمام گوگردی مدرنه که حالا میگن فعالم هست. تقریبا 120 لاری ورودیشه که حالا کسی زمان داشته باشه میتونه بره داخل اونو در واقع از اون آب گرمه استفاده کنه. یه چیزی شبیه به آب گرم سرین خودمونه. ما با بولت خودمون رو رسوندیم به بخش قدیمی شهر. رفتیم سمت پل عشق با اون قفلای نازش. چقدر اونجا خوشگل و دلنشین بود. از نقشای روی دیوار تا فضای اونجا نگم براتون. توریستای زیادی هم اونجا بودن. اگر بخوام یکم درباره اونجا بگم، تقریبا روی نرده های پل قفلایی بود با رنگای مختلف که عاشقا اون قفلا رو اونجا میزدن و اعتقاد داشتن که عشقشون ابدی میشه. بعضی از پلا اینقدر این قفلا زیاد شده بود که دیگه کامل پر شده بودش. این مکان خب یه جذابیت عاطفی خاصی داشتش، خیلی هم جنب و جوش توش زیاد بودش. یه سری کافه های خوشگل هم نزدیک اونجا بودش که زیبایی اونجا رو چندین برابر کرده بود. بعد از اینکه ما این پلا دیدیم و از اون فضای خوشگل اطراف اونجا لذت بردیم، هواش هم که عالی بود، بعدش رفتیم یکی از مغازه‌های اونجا که نماد گرجستان رو بگیریم که بذاریم تو کلکسیونمون. من یه دونه گویی گرفتم که نماد تفلیس بود. بعدش رفتیم یه مرکز خرید که اسمش مرکز خرید گالریای تفلیسه. یه مرکز خرید خیلی بزرگ، همه برندهای اروپایی هم توش بود، السی واکیکی، H&M، زارا، خیلی خیلی از برندها اونجا بود. یکم اول تو بخش شهر بازی بچه ها رفتیم، یعنی من رفتم، خیلی قشنگ بود.
چقدر خوبه که اونجا رو ساختن که بچه ها بازی کنن تا خانواده هاشون بتونن خرید کنن. واقعا ایده جالبی بودش. بعدش رفتیم تو فست فود بخش فود کورتش و خواستیم که همبرگر بخوریم. مکدونالد رو انتخاب کردیم، یه دبل برگر خوشمزه خوردیم. بعدش رفتیم السی واکیکی، کلی خرید کردیم برای خودمون و خانواده هامون. لباسای خیلی خوشگلی داشتش و بعدش هم از اونجا یه کلی تو اون مجتمع گشته بودیم و خیلی بزرگ بودش. تصمیم گرفتیم که دوباره بولت بگیریم، برگردیم هتل کم استراحت کنیم و وسیله هامون رو بذاریم. غروب اومدیم یه نون گرجی خوشمزه خریدیم، یه عصرونه خوردیم، یکم تو خیابونا قدم زدیم، بستنی شرابم امتحان کردیم. خب بستنی شراب رو با هم تست کنیم. حالا شراب نخوردم ببینم مزهش همینه یا نه، ولی یه طعم گسی میده با طعم بستنی، ولی خوشمزه است، بوی خیلی خوبی هم میده. یه موقع برگشت شده بود، ما چمدونامون رو اومدیم هتل رو جمع کردیم. من همش استرس داشتم که نکنه وزن چمدونم زیاد شده باشه و اضافه بار بخورم، ولی خب نخوردم. دیگه رفتیم سمت فرودگاه. البته قبلش رفتیم بانک داخل فرودگاه که جریمه‌مون رو پرداخت کنیم به صورت کش. خب اومدیم این قسمت که اون جریمه رو پرداخت کنیم. بعد از اینکه از گیت رد شدیم باید پرداختش کنیم. وقتی که پرداخت کردیم که آماده شدیم رفتیم توی صف، چمدونامون رو تحویل دادیم و سوار هواپیما شدیم. بعد از 1 ساعت رسیدیم ایران. خب دوستان، سفر قشنگ ما به گرجستان هم تموم شدش. کشور کوچولو ولی خیلی قشنگی بود، مردم فوق‌العاده مهربونی، واقعا همه چیزش خوب بودش. خیلی خوشحالم که اینجا رو برای سفرمون انتخاب کردم. کلی تجربه به دست آوردیم که خیلی هاشو با شما توی ویدیو به اشتراک گذاشتم. اگه ویدیو ما دوست داشتی حتما لایک کن و برام کامنت بذار. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.